تو قشنگ و دیدنی و سرسبز دیگه امروز این درخت اناره تازه گل کده سیاتو ده کوشش کنه اگر تنیست بچه شاتو دستا دیگه جای شما قشنگ دنبورمو یگورا دلش خوش میخوانه گهی پلتش تنگ دنبورمو یگورا دلش خوش میخوانه گهی پلتش تنگ دنبورمو اگر از چوب سنگه خدایش قشنگه سخن زنگ و زرنگه سخن زنگ و زرنگه تو کستا فقط یک چوب خشک ولی گفشی گیرم گدم بورمو چطور بوگه چی بوگه خوب خبره سخن سنجو زرنگ دنبورمو چطور بوگه چی بوگه خوب خبره سخن سنجو زرنگ دنبورمو اگر از چوب سنگه خدایش قشنگه سخن سنجو زرنگه سخن سنجو زرنگه بلند آواز بوده از تمام صدای صلح جنگ دنبورمو گهی از عشق و عاشق میخواند وقتی شم تفنگ دنبورمو گهی از عشق و عاشق میخواند وقتی شم تفنگ دنبورمو اگر از چوب سنگه خدایش قشنگه سخن سنج زرنگه سخن سنج زرنگه عاشق هنر رو یا سیاست قلم خواه سرنگ دنبورمو اگر اوری نباشه رای رفت و تیاقی پای لنگ دنبورمو اگر اوری نباشه رای رفت و تیاقی پای لنگ دنبورمو اگر از چوب سنگه خدایش قشنگه
سخن سنج و زرنگه سخن سنج و زرنگه قشنگ دنبورمو یگورا دلش خوش خوش میخوانه گهی پلتش تنگ دنبورمو یگورا دلش خوش خوش میخوانه گهی پلتش تنگ دنبورمو اگر از چوب و سنگه خدایش قشنگه سخن سنج و زرنگه سخن سنج و زرنگه کستا فقط یک چوب خشک ولی گبشی گیرم گدم بورمو چطور بوگه چی بوگه خوب خبره سخن سنج و زرنگ دنبورمو چطور بوگه چی بوگه خوب خبره سخن سنج و زرنگ دنبورمو اگر از چوب و سنگه خدایش قشنگه سخن سنج و زرنگه سخن سنج و زرنگه بلند آواز بوده از تمام نه صدای صلح جنگ دنبورمو گهی از عشق و عاشق میخواند وقتی شم تفنگ دنبورمو گهی از عشق و عاشق میخواند وقتی شم تفنگ دنبورمو اگر از چوب و سنگه خدایش قشنگه سخن سنج و زرنگه سخن سنج و زرنگه
دوستا خیلی یک جاهای لوکس و قشنگ و دیدنی و سرسبز دیگه. دیگه امروز هم که جمعه زهره میراج امروز در خانه بود، از او خاطر گفتی بهش که بری سعی کنی تو رسیده یا نه، کم تبدیل عوامش نه برای بچه ها. ایت شیرین است که خیلی بچه ها رو بگیر، بچه ها رو. زهره جان برای ناهید هم یک دوتا تاکو. کجا هم دین؟ که خورده هم دین؟ در دوستا سلام بیدین؟ سلام دوستا عزیز، امید که جای سیدمند سرحال باشید، در از دنیا هستن خوب و خوش باشید و اینقدر از دوستا تید بخشید. آفرین. میراج جان تو سلام بیدین؟ خوب و خوش باشید. در برنامه میگویم امروز بابای مامور شکر آرده تید خورده آرده مورا دیگه لایک سابسکرایب ازاشون نرکش زودتون خود لایک سابسکرایب. آفرین. ناهید جان سلام ندیده؟ ناهید جان سلام. آفرین. دوباره سلام. شو بخش ما ناهید جان. دوستا جایشون خالی خیلی توتی شیرین و قشنگ دیگه، خوشمزه هم. دما کلای چوز کنم ناهید. ناهید جان یه نفس بابا در توز نه در بیست چوز کنم دما کشا چوز کنم دا عزیز اینجا کستای آدم را دیاد جاغوری منیزنه بی سرسبزه. بخنش دیگه شما باش. ما یک دفعه اونو طرف ها برم، باید یک دفعه اون طرف بری عزیز. اونو طرف هم باید بری یک چکر. باشم که اینی چیه؟ بلگای کلان کلان دیره خیلی لکسه. دنیایش هم انگوره.
ما پیشلو هم دوم چرگو پس مندن. باین چوکا لالا جای چوکا این درخت اناره. تازه گل کده. این سعی کنی نقصیش تا انارایشی. ایشم گلشه. این نیک است درخت اناره. درخت انار بیله آمدین؟ بیله آمده. پیشلو آمدی. خوب جای. خیلی جای قشنگه. حواس باش. برد بریم. بیا. ناهی جان پیش. تو دسته؟ بله سیاه توت برابر شدیم بریم. زردالو نقصیش ده. یک مباد دیگه بخیر زردالو میرسه. واقعا خیلی جای دیدنی لوکسه. از ببینید سیاه توت داشتی؟ سیاه توت هست نقصی کجا برو سیاه توت بخری. یا بالفضل برو. به به چه یک توتی به خدا سیاه توت خیلی لوکسه. سیاه توته دستان هم توت قشنگه. سیاه توت نه بابا نه دیدم. سلام دوستان عزیز، امید جور سرمن سلامت باشی. نزدای دیل امروز هم توت خورده تاریخ 12 برج 2 یعنی ثور هرات هم توت رسیدک. دوستای گل این شکلی توت داره هرات. توت جزیره هرات جبرائیل. امروز بچه ها گفته که باید بریم تعطیله، یک هواخوری کنیم یک توت خوری کنیم. دیگه سنه جمعه قرار بود که بایم نرسد نه؟ دیگه نرسد. دیگه جای دوستا خالی. امید که این ویدیوهای از نور ببینیم دوستا. این توت هرات در بلد چیم این شکلی توت داره هرات. این توت سیاه دوستا دم رنگ نبی؟ دوستا یک شیر بگیم بلشیم. آفرین زهره. دویدم به یک سال رسیدم کیه تا دنیا ماهی میره به دریا برف و تکر میسازه درخت و برگ میسازه به بلبلا آواز میده به موشا دم دراز میده به آدما خواب میده آفتاب و مهتاب میده جوابتون آسونه هر بچه‌ای میدونه خدا جون رهبرونه. آفرین زهره جون بابا جون. آفرین زهره من. نان نمکدار یک کاسه آب دیگه پر از آب شیشم ساده در دور سفره یک خانواده با مهربانی با هم نشستن با سینی شادی با چهره لبخند گفتن اول نام خدا را خوردن با هم نان غذا را. سلام عزیزای دل بیننده های گرامی، امیدوارم که جور و سلامت باشین. انشالله که خوب و خوش باشین. خیلی خوش آمدین در برنامه امروزی از ما عزیزا. دیگه امروز چکرنده در منطقه جزیره جبرائیل
دیگه واقعا خیلی یک جای لوکس و دیدنی است، سرسبزه دیگه، میوه و توتی چیزا زیاده، ولی از جمله میوه ها توت رسیده، دیگه میوه هایش تا هنوز نرسیده. دیگه امروز جمعه از او خاطر گفتی همراه بچه ها بایی یک تبدیل عوام شنه دیگه، یک توت خالی کنی از جایش خالی. تا پایان ویدیو قد از مو باش. Thank you. یا علی خوشش کنه اگر تنیست بچهش خاطر دستا دیگه جایش خالی. عزیز بیا بالا. ما باش کم اینجا باشم. جای از من اینجا خوبه. قدرم در اون طرف. عزیز. یک غزل بگم دیدی؟ سر صدای غزل نه او طرف همزو نفرنده. بگه غزل. تو گل پدرشون. ناهی جان تنها منده بابا؟ ناهی جان تنها منده؟ او ناهید؟ آره بابا رسمی اندن ترموز چای خدا اینجا مدد نمخره؟ اینجا محل توت خوردویه دیگه. با این بچه ها ما شاخه رقم نمی بخوریم نلا زوره میراج دلی دارم که دل دارش تو باشی وای تو باشی، سری دارم که سر سارش تو باشی، سری دارم که سر سارش تو باشی، ما قربانی سری دروازه میشم آیو میشم، صدایت میشنوم استاده میشم، صدایت میشنوم استاده میشم، صدایت میشنوم از دور و نزدیک و نزدیک، مثالی غنچه گل تازه میشم، مثالی غنچه گل تازه میشم. عزیزان اینجا یک غزل گفتیم بلدشون در شاخ توت بگرین تو کار تالیه. خب از دیلی بود از زیبایی های جزیره دیگه. میدرم نوشی جان کدی عالی بخیر دیگه. بوریس این طرف خانه نفس بابا بغل کن. عزیزای دیل دیگه تشکر از اینکه تازیدم خود از ما بودین. تا برنامه دیگه شما در خدای پاک میسپارین. خدا یار نگهدار شما است.